در شهر بلگراد سربیا چمپیونات جهان اوید با مهربای آمیخته بین ورزشکاران سن سالی از 18 ساله بالا ادامه دارد. در دوره مسابقه مذکور همچنین مراسم سپردن جایزه‌های فدراسیون بین المللی مهربای آمیخته در سال 2022 برگزار گردید که در آن فدراسیون صنعت مهربای آمیخته جمهوری تاجیکستان صاحب یک قطار جایزه‌ها گردید. در شهر بلگراد نمایندگان بیشتر از 63 فدراسیون ملی در مراسم سالانه فدراسیون بین المللی مهربای آمیخته جمع آمدند. در بین نامیناسی‌ها چنین کاتگوری‌ها بودند از قبیل بهترین ورزشکار میان کلانسالان و نورسان، کشفیات سال، نشان دهنده سال و غیره موجود بودند. بشبه جایزه اساسی مراسم این بهترین فدراسیون ملی سال می باشد که امسال صاحب آن فدراسیون مهربای آمیخته جمهوری تاجیکستان انتخاب شد. همچنین تجمع جایزه های بهترین کاتمن متخصص که ورزشکار را به مبارزه آماده می کند، فدراسیون بهترین در تبلیغ برنامه‌های ضد دوپینگی و جایزه ناکاوت بهترین را گرفت. در سال 22 ورزشکاران مهربای آمیخته ما با دستاوردهای بی‌نهایت بلند شرفیاب گشتند که در این مراسم دستاورد و زحمت‌های کشیده فدراسیون قدردانی کرده شد. جایزه‌های گرفته شده در ادامه به فعالیت پیوسته تجمع در رشد صنعت مهربای آمیخته در جمهوری تاجیکستان سهم به‌بها می‌گذارد. همچنین قابل ذکر است که در چمپیونات جهان علاقه 3 دست پرور فدراسیون به گرفتن نشان طلا دست یافتند. وحید زاهدزاده، آتابک رجبوف و یک گرد آفرید میهن منیژه صمد و با پیروزی در فینال به تاریخ مهربای آمیخته میهن وارد شدند. لایق اکراموف باشد در همین روز رقابت‌ها با نشان نقره مسابقه قناعت کرد. این آمارها را ورزشکاران ما در روز پنجم مسابقه نشان دادند. دور از میکار دیگر کشور ما تا حال شانس به دست آوردن نشان طلای مسابقه را صاحب میباشند.